مدیر رئیس شهر خاروق بیگی مولابخشزاده و رئیس صاحبداران جنگ و مهنت ولایت محمد نسیم گوهرزاده در وضعیت تنتنوی پرده را از روی لوحه خاطروی برداشتند و با همین امروز رسما فرودگاه شهر خاروق به نام نخست نشین تاجیک بهران سعید ممدوف گرفت. معاون رئیس شهر خاروق ریحان بیگی مولابخشزاده ضمن افتتاح رسمی لوحه خاطروی اظهار داشت که در صحیفه تاریخ معاصر خلق تاجیک نام بهران سعید ممدوف چون اولین سرنشین طیاره ثبت شده است. وی همچنین در برابر صدها هزار تاجیکان در نبردهای جنگ بزرگ وطنی شرکت نموده که مقدسش را از آن فاشیستی دفاع نموده است. امروز خلق سابق دولت شوروی از 75 سالگی پیروزی بر فاشیسم استقبال میگیرند. بهران سعید ممدوف ختم کرده آموزشگاه اویاسیونی شهر تاشکند بوده. اول به صفت سرنشین و بعدتر به حیث در خط سیر دوشنبه تاشکند، دوشنبه مرو، دوشنبه خاروق پرواز نموده است. بعد بازگشت از جنگ او را راهبر مؤسسه نقلیاتی رقم 50 و 49 تعیین نمودند. در مدت 40 سال وظیفه راهبری این مؤسسه های نقلیاتی را بر دوش داشت. رئیس سابق داران جنگ و مهنت ولایت محمد نسیم گوهرزاده گفت که نامگذاری یک معنی و مفهوم خاص خود را دارد. شخصیت های ارزنده هم در زندگی و هم از آن برای نسل امروز و فردا چگونه زیستن را می آموزند. در پیروی از راه زندگی چنین شخصان صدها و هزاران نفر من بعد راه درست حیات را انتخاب می کنند. بهران سعید ممدوف هم عقیبگاه هم در جنگ از خود مردانگی و شجاعت نشان داد. در این جنگ زیاده از 2,500 از ساکنان ولایت شرکت داشتند که همگی 600 نفر آنها زنده به زادگاه خود آمدند. 2000 جان را فدا کردند تا ما زندگی آرام و آسایشته داشته باشیم. رئیس سالاران جنگ و مهنت ولایت با فرزندان و خویش و تبار این مرد نکونام برای ابدی پاس داشتن نامش اظهار سپاس کرد. از امروز اعتباراً هر یک که اجازت پرواز به این فرودگاه را می‌کند در پاسخ به درخواستش چنین سخنان را می‌شنود. فرودگاه شهر خاروق به نام بهران سعید ممدوف با قبول طیاره شما آماده است. به شما نشست نرم تمنا داریم.